علی آقا پژمان توی که مصاحبه‌هاش میگه چند تا پاس گل من دارم به علی دایی. نظر جلو آقای دایی تو رو خدا. شما واقعا پاس گل یادت هست این همه گل؟ نه این که این فکر کردم که اصلا نه خدا وکیلی شاید من زندان بودم. آقا کاری نداره. یه دونش که علی یادمه بازی ایران و ترکمنستان مقدماتی جام تبریز بوسنی باریکلا. آقا چه خوش تعریف میکنن. نه تعریف نمیکنم. مثلا 108 گل ملی مثلا 100 تا پاس گلش تو دادی بله. نه خدا وکیلی 3 4 5 تا دادم. 2 تا دادی بابا. 2 تا 3 4 5 تا. نه حالا پژمان 5 تا بازی ملی داره که 5 تا پاس گل ببنده. آقا اینو نکن. ببین خودم نزدم جرئت نداشتم بگم. بابا خیلی خوب داد. یعنی چی؟ نه خداییش یعنی چی نمیفهم چی میگی. آره راست میگی چقدر بد آقا به خدا ایراد نداره شما بگی خوب دادی.